نرخ یک کیلو سبزی که ساکنان وقتهای آخر به سبب جست و خیز نرخش آن را با کنایه شوی محصولات نام کردند. بعدی به بازار در آمدن اوسیل نو تو حد 4 سومانی پایین رفته بود. روزهای آخر در بازارهای وادی وخش دوباره تا به 9 سومانی بالا رفته است. ساکنان میگویند سبب دوباره به آسمان جهیدن نرخ سبزی را کسی شرح دادن نمیتواند. یادآور میشویم در ماه می سال جاری نرخ سبزی در بازارهای تاجیکستان از 2 سومانی برای 1 کیلو تا به 10 سومانی و در برخی شهر و ناحیه‌ها حتی تا به 12 و 13 سومانی خست. نرخ این محصولات در دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزی نیز در ماه‌های آخر چند برابر بالا رفته بود، ولی مقامات اظهار امیدواری میکردند که با وارد شدن حاصل نو به بازارها نرخ معمولی سبزی نیز برقرار خواهد شد. همین طور به گفته همصحبتان پایگاه خبری بامداد از وادی وخش، نرخ مواد سوخت در بازارهای وادی وخش شدیداً افزایش یافته. نرخ 1 لیتر بنزین به 9 سومانی و 60 درم، 9 سومانی و 70 درم رسیده است. نرخ گاز در نقطه‌های سوخت فروشی خرد 5 سومانی و 90 درم و در نقطه‌های بزرگ 6 سومانی شده است. یک ساکن شهر باختر در صحبت با پایگاه خبری بامداد گفت به فرق از سبزی و مواد سوخت، نرخ برخی محصولات دیگر در وقت‌های آخر یک کمی کاهش یافته است. برای مثال 5 لیتر روغن پیش 115 سومانی بود، ولی من دیروز به نرخ 105 سومانی خریدم. فروشنده گفت امکان دارد که تا 95 درم باز ارزانتر شود. به گفته همصحبت بامداد نرخ یک خلطه ارد نیز تا 40 سومانی ارزانتر شده است. یک خلطه 50 کیلویی ارد پیش 255-260 سومانی بود، ولی حالا در بازارهای باختر با نرخ 220 سومانی فروخته می شود. ارد و روغن از محصولات اساسی خوردنی برای اکثر خانواده ها در تاجیکستان به شمار می رود که پایین رفتن نرخش مردم را خرسند کرده است. همین طور سبزی یک محصولات مهم برای پختن آش، طعامی از همه دوست داشته مردم در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و دوباره به بالا جهیدن و به 9 سومانی رسیدن نرخ 1 کیلوی آن ساکنان را دیگر باره نگران کرده است.